ماهی پرورشی رو باید اینجوری خورد. برو ببین چیا بهش زدم و سری برگرد. بچه این ماهی بیدهگه. بیدهگ بچه این ماهی اسمش بیگهده، یعنی سرگنده. یکی از ماهی‌های خوش‌طعم و خوشمزه پرورشی ها. یه باور غلط بین مردم جا افتاده میگن ماهی پرورشی به درد نمیخوره. نمیخوره چیه؟ بستگی داره تو چجوری درستش بکنی، چجوری طعمدارش بکنی. من این دفعه از طعم‌دهنده لبنانی یک کمی تند آلسپایس استفاده کردم. خداییش محشر شده. اسم خدا رو دارم میارم. خیلی باحاله. ببین این موادو میزنی دیگه هیچی نیاز نیست بزنی. نمک، فلفل، کلا بالانسه. اصلا کلی طعمای متفاوت داره. برای مرغ و گوشت و همه چی میشه استفاده کرد. آخ چیزی داره. خداییش طعم‌دهنده خیلی باحالیه. دمشون گرم. آلسپایس 20 کارش. بیگ هد 20